این نیروگاه خرد برق آبی را 20 سال پیش در کولاب به استفاده دادند. همگی چند ماه برق استحصال کرد و از کار ماند. سرنوشت قریب 30 نیروگاه دیگری خود در منطقه کولاب به این مانند بوده است. مقامات سبب از کار ماندن بعضی آنها را گفتند. با سبب‌های نامعلوم راستی تو امروز معلوم نیست به هر خیلی سببایی که تعمیر طلب شدن. ما در همین شهر کولاب هم داریم هم خیلی نابی خورد. در منطقه سری خسار تا رفتن یعنی جماعت شهیدان خیلی که شما گفتین پشتی با تا اوجا هم یک نابی خورد است. امیو از سبب تعمیر طلب شدنشون یعنی باز مانده شد فعالیت کاریشون. تغییر اقلیم و کمی آب در رود و نهرها یک سبب دیگری از کار ماندن نیروگاه‌های خرد نامبر می شود. اکثر نیروگاه‌های خرد را شرکت برق تاجیک از سال 2006 تا 2008 ساخته است. حالا مقامات نقشه دارند آنها را دوباره فعال کنند تا مردم از نارسایی نیروی برق عذاب نکشند. منبع‌های الटरनेटिوی به مثل پانل‌های آفتابی به مثل ناب‌های خرد که در قشلاق‌جای‌ها یعنی همو موضع‌هایی که همو رود و همو دریاچه‌هایی که اجازت میتن فکر میکنم که وابسته به رسمیت درآوردن بعضی حجت‌هایی که از طرف برق تاجیک پیشنهاد میشود به رسمیت درآورده ساختمانی ناب‌های خرد به نفع کار است. هر سال در تیر ماه و تابستان بیش از 70% اهالی تاجیکستان با کمبود شدید برق روبرو می شوند و سببش به گفته مقامات کم شدن واردات آب به آب انبارها است. بعضی از ساکنان به این حرفها شبهه دارند. در پی کمبود شدید نیروی برق در تاجیکستان مقامات تلاش دارند تولید برق را از دستگاه‌های آفتابی و بادی راه اندازی کنند. فعلا بخشی اساسی برق تاجیکستان در نیروگاه‌های آبی تولید می شود.